یه روز وقتی که زودتر برگشتم خونه، شوهرم و با دوستم توی وضعیتی دیدم که سلام عزیزان، من راوی کانال هستم. لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید تا اولین نفر از ویدیوهای کانال ما مطلع بشید. اسمم مریم هست و الان 29 سالمه. میخوام ماجرای زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. این ماجرا برمیگرده به دورانی که ازدواج کرده بودم. من همیشه از بچگی عاشق پسرعموم بودم. اونم حس میکردم یه حسایی نسبت به من داره. به خاطر اینکه هر سری خونشون میرفتم نگاهاشو حس میکردم. یا حتی خیلی وقتا منو صدا میکرد که با هم صحبت کنیم. با اینکه با بقیه دخترای فامیل اصلا اینجوری صمیمی نمیشد. اون 7 سال از من بزرگتر بود و من اون موقع هنوز خیلی بچه بودم. اما بعد از یه مدت که بزرگتر شدم علاقم همچنان بهش وجود داشت. دلم میخواست یه روزی باهاش ازدواج کنم، اما هیچ وقت روم نمیشد که بهش پیشنهاد دوستی بدم. دیگه یه دختر دانشجو شده بودم که هنوزم عاشق پسرعموش بود. تا اینکه یه روز خودش بهم پیام داد و ابراز علاقه کرد. گفت از همون سن کم عاشق من بوده و بهم علاقه داشته، اما هیچ وقت جرئت نکرده که بگه، چون میترسیده که من برم به پدرم بگم و توی فامیل شهر بشه. برای که براش دردسر نشه هیچ وقت به من نگفته بوده. منم بهش ابراز علاقه کردم و گفتم که از همون بچگی منم خیلی دوستش داشتم، اما هیچ وقت روم نمیشده که بهش بگم و میترسیدم که بری به پدرم بگی، چون پدرم آدم خیلی سختگیری بود و روی اینجور مسائل خیلی حساس بود. کلاً توی خانواده ما دخترها اگه دوست پسر داشتن اسمشون بد در میرفت و کلی بد پشت سرش حرف میزدن. حتی مادرم هم یه چند باری بهم تاکید کرده بود که توی دانشگاه با هیچ پسری دوست نشم، وگرنه دیگه نمیذارن که من درسمو ادامه بدم. اما انقدر پسرعموم سبحان رو دوست داشتم که حرفای مادرمو کلاً فراموش کرده بودم. برای همین حدود 1 سال با سبحان به صورت مخفیانه دوست شدم. همیشه هم گوشیمو قایم میکردم برای اینکه مبادا یه وقت پدر و مادرم گوشیمو بردارن، چون اگه پیامی روی گوشیم میومد یا گوشیم زنگ میخورد اونو حتما جواب میدادن. برای همین گاهی اوقات استرس میگرفتم که نکنه پدر و مادرم بفهمن. اگه میفهمیدن دیگه نمیذاشتن که من درسمو ادامه بدم. منم دختری بودم که دوست نداشتم محدودیت داشته باشم. دوست داشتم درسمو ادامه بدم و توی آزادی کامل زندگی کنم. من و سبحان حدود 1 سال با هم دوست بودیم و توی اون دوران بهترین خاطرات زندگیمو تجربه کردم. هر روز حدوداً حداقل 1 ساعت بعد از دانشگاهم باهاش بیرون میرفتم و به بهانه اینکه دانشگاهم طول کشیده دیر میرفتم خونه. خانواده‌م هم باور میکردن. اما بعد از 1 سال ازم خواستگاری کرد و با خانواده‌اش اومد خواستگاری. همش میترسیدم که خانواده‌ام مخالفت کنن. اما پدرم خیلی خوشحال شد و اینکه با ازدواج ما مخالفتی نکردن و من و پسرعموم سبحان با همدیگه ازدواج کردیم. احساس میکردم قرار خیلی خوشبخت بشم از اینکه با کسی که دوستش دارم ازدواج کردم. اوایل همه چی خیلی خوب بود. من و سبحان دوستای مشترکی داشتیم که بعضیاشون هم دانشگاهیم بودن. برای همینم گاهی مهمونی میگرفتیم و توی اون مهمونی زوجهایی بودن که باشون خیلی صمیمی بودیم. یکی از دوستام که اسمش ثریا بود گاهی با شوهرش اونو خونمون دعوت میکردیم که از همه بیشتر باشون صمیمی بودیم. خلاصه اینکه زندگی خیلی خوبی داشتیم. همه چی خیلی خوب بود. هیچ وقت فکر نمی‌کردم که شوهرم یه روزی بهم خیانت کنه. اما یه روزی که همون بود و گوشیش روی میز بود دیدم که به گوشیش یه پیام اومد. وقتی چک کردم دیدم که پیام‌ها از طرف یک زن هست. وقتی شماره‌شو برداشتم دیدم شماره دوستم ثریا هست. خیلی شوکه شدم. باورم نمیشد. اون روز به خاطر اینکه پدر و مادرم قرار بود بیاد خونمون هیچی نگفتم. نمیخواستم اونا هرس بخورن. اما وقتی که رفتن شروع کردم به دعوا کردن با سبحان. گفتم چرا بهم خیانت کردی؟ گفتم که پیاماتو دیدم. نمیتونی انکار کنی. اما اون انقدر اعتماد به نفس بالایی داشت که منو محکوم کرد و جوری وانمود کرد که انگار من مقصرم. گفت تو توهم زدی. انقدر توی خونه میشینی و فکر میکنی که فکر میکنی من هر روز دارم بهت خیانت میکنم. من همچین آدمی نیستم، خودت هم خوب میدونی.
بعدش هم رفت گوشیشو آورد و بهم نشون داد. هیچ پیامی نبود. مشخص بود که همه پیاما رو پاک کرده. حتی شماره اون دوستم رو. انقدر زرنگ بود که میدونست با من چه جوری رفتار کنه. گفت دست از این رفتارات بردار. خسته شدم انقدر بهم شک میکنی. اما من مطمئن بودم که بهم خیانت کرده. خودم با چشمای خودمون پیاما رو دیدم. اما الان جوری محکومم کرده بود که حتی نمیتونستم اثبات کنم. خلاصه اینکه اون شبم گذشت و من سعی کردم فراموش کنم. به خاطر اینکه خانواده یه سختگیری داشتم و از اون خانواده‌ای بودن که طلاق توی خانواده معنی نداشت. برای همین مجبور بودم که بسوزم و بسازم. مخصوصا اینکه هیچ مدرکی نداشتم که اثبات کنم شوهرم بهم خیانت کرده. چجوری میتونستم خانواده‌مو قانع کنم؟ چجوری میتونستم بهشون بگم به خاطر اینکه بهم خیانت کرده میخوام ازش جدا بشم؟ اگه دلیلی نمیتونستم پیدا کنم، خانواده‌م هم حتی منو توی خونه‌شون راه نمیدادن. اگرم راه میدادن هر روز سرم منت میذاشتن که اون زندگی برام خیلی سخت‌تر از این زندگی الانم بود. برای همین دیگه چیزی نگفتم، اما یه روز انقدر عصبی شدم که زنگ زدم به دوستم، دقیقاً جلوی شوهرم. کلی بهش بد و بیراه گفتم. شوهرم با پررویی تمام گوشی رو ازم گرفت و از ثریا کلی عذرخواهی کرد. گفت زنم الان حالش خوب نیست و یکم عصبیه، به خاطر همین داره چرت و پرت میگه. با این حرفای شوهرم من بیشتر عصبی شده بودم. واقعا میخواستم زندگیمو ترک کنم، اما همین که میخواستم ازش جدا بشم فهمیدم که باردار هستم. دیگه به خاطر بچه‌م این کارو نکردم. برای همین تحمل کردم و باهاش زندگی کردم. اما دقیقاً توی ماه 8 بارداریم بودم که یه روزی با مامانم رفتم پیش دکتر که وضعیت بچه رو چک کنه. شوهرم گفتش که اون روز کار داره و نمیتونه همراه من بیاد. برای همین من تنها با مادرم رفتم. اما دکترم زودتر تموم شد. برگشتم خونه. فکر میکردم که شوهرم سر کار هست. اما همین که کلید انداختم اومدم داخل، یه سری صداها از داخل اتاق شنیدم. شوکه شده بودم. صدای یه زن بود. حتی کفشای یه زنم پشت در بود. وقتی در اتاق باز کردم با چیزی که دیدم کم مونده بود سکته کنم. شوهرم رو با دوستم ثریا دیدم. بعدش هم انقدر حالم بد شد که بیهوش شدم. وقتی چشمو باز کردم توی بیمارستان بودم و فهمیدم که بچه‌مو به خاطر فشار عصبی که بهم وارد شده از دست دادم. از شوهرم انقدر ناراحت بودم که هر چقدر عذرخواهی می‌کرد به حرفش گوش نمی‌کردم. خیلی سعی کرد که ببخشمش، اما فایده‌ای نداشت. دیگه نمیتونستم بدی که در حقم کرده بود رو فراموش کنم. برای همین ازش جدا شدم و برگشتم خونه پدر و مادرم. اونا هم فهمیده بودن که من مقصر نیستم و به خاطر شوهرم بوده که تو این وضعیت افتادم. برای همینم کلاً با عمو قطع رابطه کردن و دیگه هیچ وقتم شوهرمو ندیدم. الانم دارم به زندگیم ادامه میدم و دارم تلاش میکنم. مطمئنم که اگه تو این وضعیت قرار گرفتم یه حکمتی وجود داره و بالاخره یه روزی زندگی منم خیلی خوب میشه. یه روزی میتونم دوباره ازدواج کنم و یه زندگی خوب برای خودم تشکیل بدم. و هنوزم به زندگی امیدوارم. و امیدوارم که زندگیم خیلی خوب بشه که یه روزی بتونم همه اتفاقای تلخی که توی گذشته برام افتاده رو فراموش کنم و همه اینا جبران بشه. ممنون دوستان از اینکه این داستان رو تا پایان شنیدید. لطفاً نظراتتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. و با لایک و ساب کردن از کانال ما حمایت کنید تا از ویدیوهای بیشتر کانالمون مطلع بشید.